یواشکی بدون اجازه بابا میخوام برم دماغم عمل کنم. 1 ساعت دیگه هم وقت عمل دارم. بهم گفتن نباید تو اتاق عمل آرایش داشته باشی. حالا میخوام یه جوری آرایش کنم که هیچکی نفهمه. فقط یه ذره کرم پود زدم که کسی گیر نده. لنزای آبی طبیعی هم میذارم که اگه چیزی گفتن بگم رنگ چشای خودمه عزیزم. کانتور و کانسیلر و رژگونه هم میذارم که اصلا خدایی معلوم نیست. پنکیک هم میذارم که قشنگ آرایشم فیکس شه. تو عمل دست به صورتم میزنن پاک نشه. رنگ سایم هم با لباس عملم ست کردم. خط چشمم میکشم. همه چی هم ضد آب میزنم. الان خدایی اصلا معلومه من سایه زدم. نه والا ریملم میزنم. اگه گیر دادن میگم وا عزیزم موجای خودم انقدر بلنده به شما چه. بعد به دکترم هم گفتم یه جوری بینی منو عمل کن انقدر طبیعی باشه هیچکی نفهمه عمل کردم. حالا نتیجه بعد عملم و آخر فیلم میذارم. روز خیلی ملایمم میزنم. بهم گفتن موهاتو تو اتاق عمل جمع کن ولی من دوست دارم باز بذارم اینجوری بیشتر بهم میاد. وای عالی شد. اصلا معلوم نیست آرایش دارم. الان خدایی تو میفهمی. خب آماده ای؟ اینم از بعد عملم. وای عالی شده خیلی طبیعیه.